تیم الوحده با سیستم 3-5-2 بازی را شروع کرد و تراکتور هم با همون شیوه همیشگی اسکوچیچ یعنی 4-4-2 بازی می‌کرد. تراکتور در این بازی 2 بازیکن تاثیرگذار خود را در اختیار نداشت و همین امر موجب شد کار برای این تیم سخت شود. الوحده تراکتور را به خوبی آنالیز کرده بود و می‌دانستند از سمت راست به خوبی حملات خود را طراحی می‌کند و با سیستمی که اتخاذ کرده بودند توانسته بودند که کناره‌های زمین را ببندند تا ارسالی صورت نگیرد. آنها راه‌های نفوذ تراکتور را به خوبی آنالیز کرده بودند و به خوبی آن راه‌ها را بسته بودند. الوحده در میانه زمین از بازیکنان همچون قربانی استفاده می‌کرد و باعث شدند پوستونسکی و خامروبکف تاثیرگذار نباشند. الوحده با پرس شدید اجازه بازی سازی از عقب زمین را نمیداد و این فشار پرس بیشتر روی شجاع خلیلزاده بود. حتی می‌دانستند که شجاع خلیلزاده راست پاست. کاری می‌کردند که توپ رو به سمت پای چپ خود ببره و نتواند پاس‌های خوبی ارسال کند. در مجموع در نیمه اول کفه ترازو به سمت الوحده سنگینی می‌کرد و حتی یک فرصت خوب را شجاع خلیلزاده از حریف گرفت. در نیمه دوم تراکتور عملکرد بهتری داشت و توانست بر بازی مسلط شود و حتی روی فرصتی خوب توپ به تیر دروازه خورد و به گل تبدیل نشد. درست است که این فرصت روی برنامه‌ریزی نبود، اما فرصت خوبی بود که به گل تبدیل نشد. تراکتور اگر خوش شانس بود میتوانست برنده بازی باشد. در نیمه دوم الوحده هم یک فرصت خوب داشت که بیرانوند آن را مهار کرد و اجازه نداد به گل تبدیل شود. واقعاً حیف شد که تراکتور در این بازی برنده نبود و 2 امتیاز را از دست داد و امیدوارم تراکتور از این 2 امتیازی که از دست داد صدمه نبیند.